علیکم دوستان عزیز. خوب آمدین در درس دهم کورس CSS مون. این درس من سایه را نشون میدم. این درس خیلی درس کارات کیمیایی ما در روی خط نشان میگیریم. اینش رو در کنید. ما در روی خط HTML مون یعنی پروسته یک بلاک داریم. نایدیشن در کنید. خب ما یک بلاک داریم و ما پروسته یک نمودی دیزاینش یک نمودی سایش میدیم. خب اینا ما این خیلی میدیم، یعنی ما تکست گذاشته بدیم، یعنی تکست شادو قطع کردیم و باز یعنی سایه باکس اگر میزنیم یعنی ایش میشه و باکس شادو. این خیلی اکنون ما در تکست مون یعنی 3 پارامتر داده بودیم و این در 4 پارامتر میدیم. نپریمیر یک پیکسل طرف چپ را میگیم و میگیم یک پیکسل سینی پایین بیو و باز میگیم یعنی خیرش یعنی 5 پیکسل و پنج یعنی یک پیکسل. من از خیلی میبینین یک خط پیدا شد و باز یک فونکسی دیگرش میگیم یعنی رنگ. ما پریمیر میگیم رنگی سیاه. باز بعد از این بده یعنی بلاک یعنی تین دادن و باز دیگر از این شادو یکم نمود فونکسی دیگر نداره. پول میشم خیلی و اینا باز استفاده برای چرز ورگل یعنی چرز ورگل باز میگیم یعنی خیلی که اونجا یک پیکسل 2 پیکسل میگیم اینجا و باز میگیم که اینشان سو دیگه زیاد میکنیم 4 تا میشه و باز دیگرش هم میگیم 5.6 پیکسل و اونشا باز یک میمونیم چون که و وقتی که شما استفاده بودیم میدونیم که خیلی یعنی بسیاری بر فهم میکنیم و رنگش هم میگیریم دیگر نمود یکم رنگی مناسب. همین نمود باز چرز ورگل با میتیم فرق نداره، یک بار میتیم چند بار میتیم. اینش مثلا 4 بار زیاد میکنیم، اینش باشد 6 بار، اینش 7 بار و اینش مثل 1 بار. خب دیگر نمیتیم با میتونیم که چند نمود دیگر هم میتیم و زیر بلاک ما کمتر میتونیم اگه برای این باید ما این دا چی بتیم یعنی تکی ترازی فهمی و تگی من اینم بسیار فراموش نکردم تگی فهمی و درازی. من این بلاک ما خیلی که میبینیم این خیلی شید ما پس یک مرجین هستیم مرجین و اوتو اینه اتوماتیکی میاند میادش یعنی میگیم از بلاک 50 پیکسل سیمپویم رو. خب من این خیلی ببینید که خیلی میبینیم سرخ سیاه یک دیگه ساوس کنیم. من ساوس این 3 رنگ خطی ما دادیم یا که پروستا میتونیم یک رنگ خطی تین یک رنگ خطی فاسون تر میوید و اینا نول میکنیم و اینش باشد فینسی میکنیم کم ترک دیگه فاسون ترک اومد و ما یک فونکسی دیگر رو میتونیم ما با فکرم که گذاشتیم بوردر یعنی border radius هم 5 پیکسل یعنی از 4 طرف اوگلش یعنی 5 پیکسلی گشت. من خیلی از 4 طرفش گشت یعنی که یک بلاکی فاسون پیدا شد. و یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم که ما باز فونکسیا داریم یعنی اینست یعنی این از داخل میته خیلی که ما از بیرونی بلاک کرده بودیم و اینش را میگیریم از داخلی بلاک. من این فونکسیش را میگیرم بینن که ما از درونی بلاک یعنی خیلی بلاک دادیم یعنی سایه را از داخل دادیم یعنی چیزی که وقتی ما میبینیم اگه وقتی بینه در سایت خیال میکنه که در درونی سایت ما یعنی وای بلاک بالا دخستگی است یعنی که درون داشتگی. این خیلی اینست داره و باز نمود دیگرش هم هست مینوس یعنی میکنه یعنی مینوس این ابراد نمیگردونه خیلی که میبینید خیلی پلوس نداره. خب باز در سایت من هست
در سایت من هست، مناظر نشون میتونم چنانچه اینو در CSS میشوند. خب من این نمودش اینجا تریبوش هست و این نمود خیلی میبینید بعضی سایت ها دفعه میتونید یک کنوب کاری کردگیه و من این نمود دیگرش یعنی بلوک زندگیه. همینجا هم شما میتونید که باز مقصد که بلوک زندگی من اینشان 5 پیکسل میگیریم. من ببینید که چه خیلی میشه که اگر 0 گیریم من این خیلی بلوک پیدا میشه. ما این خطی بازی کردن میگیرین و در اینترنت با نمودهای فصلش رو میبینین و در سایت های خودتان داخل میکنین. خب این به درس این زمان تا درس دیگر در پناه خدا خیر.